با درود به بینندگان بینید گرامی رادیو زودی، ساعت به وقت پراکنده هست و من با خبرهای تازه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. تو چند دقیقه دیگر سپاس میگم که ما رو تماشا میکنید و البته امیدوارم که بازم در دوام روز شما رو در برنامه خبری که در همینجا تقدیم شما میشود خواهیم دید. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند شام 16 سپتامبر با مدت 1 ساعت دسترسی به اینترنت در تاجیکستان قطع شد. نمایندگان دو شرکت موبیلی نیز به رادیو زودی تصدیق کردند که شب گذشته دسترسی به اینترنت قریب 1 ساعت نبود. شرکت‌های موبیلی نمی‌خواهند رسما در این باره صحبت کنند چون میگویند ممکن است برایشان مشکل ایجاد شود. از 4 شرکت موبیلی تاجیکستان یگان شرکت در سامانه خود در این باره اعلان پخش نکرده و از مشتریان هم عذر نپرسیدند. اما مسئول یک شرکت موبیلی به رادیو زودی گفت موقتا قطع شدن دسترسی به اینترنت به مشکل تکنیکی ربط داشت، اما این مشکل از آنها وابسته نبود. تلاش‌های رادیو زودی برای صحبت با مسئولین شرکت توجیک تلکام و خدمات علاقه تا این لحظه بی‌نتیجه بود. دسترسی به اینترنت شب گذشته در ساعت قطع شد که محیدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در برنامه آسیایی مرکزی دانشگاه جورج واشنگتن سخنرانی کرد. کاربران اینترنت میگویند دوام قریب 1 ساعت نتوانستند به شبکه‌های اجتماعی وارد شوند. برخی هم گفتند برای مدت گفتگو طریق تلفن نیز ناممکن گردید. دادگاه شهر دوشنبه یک مرد را با گناه دست‌درازی به ناموس دختراندر و پسراندر نابالغش به حبس ابد محکوم کرده است. دادگاه روز 15 سپتامبر در اظهارات رسمی گفت تورغونجون ایسانوف را بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان تجاوز به ناموس و حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی به زندان انداخت. او را در مؤسسه اصلاحی دارای نظامش مخصوص نگاه می‌دارند. فعلا نظر وکیل مدافع و یا نزدیکان تورغونجون ایسکانوف به این قضیه معلوم نیست. همچنین روشن نیست در مرافعه دادگاهی جانب‌ها در این باره چی گفتند. اما دادگاه در اظهارات رسمی گفته است این مرد سال 2016 با زن صاحب 2 فرزند اویله‌دار شده. سالهای 2018 2019 و ماه می امسال به ناموس این کودکان دست‌درازی نموده است. تشخیص طبی و دادگاهی تجاوز به ناموس هر دو نابالغ را تصدیق کرده است. بعد از 2 ماه مرگ زن حامله و طفل بطنش در ناحیه فیض‌آباد یک پزشک زایشگاه را از کار راندند. پیوندان فریده شریف و در مرگ او شرقیه میرزویی را مقصر می‌دانستند. پزشک در صحبت پیشینش با رادیو زودی این اتهام را رد کرده بود. یک منبع رادیو زودی در وزارت تندرستی تاجیکستان دیروز گفت شرقیه میرزویی را در اول ماه سپتامبر از کار راندند. سبب برکناریش به نوبت نگرفتن بیماری‌های همردیف زن حامله هنگام تولد است. افزود رادیو زودی. فریده شریف و ساکن 30 ساله فیض‌آباد روز 16 ایول امسال در تولدخانه نویه فوت دید. شنوندگانش میگن او هیچ بیماری جدی نداشت و با درد معمولی تولد کودک به زایشگاه رفته بود. پس از مرگ این زن خانواده او به مقامات تفتیشاتی شکایت کردند. دوستان عنایت تحقیق قضیه را زیر نظر خود داشت. از جمله پیوندان زن از رئیس جمهور و وزیر تندرستی خواستند عاملان مرگ مادر جوان و کودک او جزا بگیرند. گروه 24 یک سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان حکومت را برای راه ندادن به نامزدهای مستقل به انتخابات 11 اکتبر سخت تنقید کرده است. رهبریت سازمان در خارجه روز 14 سپتامبر با اشاره به جدی نبودن نامزدها گفته است نتیجه انتخابات الکی معلوم است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدی 5 نفر از جمله رئیس جمهوری حاضر امامعلی رحمان را ثبت نام کرد. پیشنهاد نامزدی رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده به سبب مشکل در امضاهای جمع آورده‌اش رد گردید. داوطلب مستقل فراموز ایرکاشف از شهر خاروق به دلیل پر جمع آوردن 260,000 امضای ضروری از ادامه مبارزه دست کشید. گروه 24 گفته است نسخه پیشینه کانستیتوسیا را اعتراف می‌کند و بنابر آن شرکت امامعلی رحمان را در این کارزار سیاسی خلاف قانون می‌شمارد. در نویه کینیل ولایت سمرای روسیه هم مرز با قزاقستان بیش از 4000 مهاجر کاری از ازبکستان که نمیتوانند به وطن برگردند جمع آمدند. در محل تجمع مهاجران خیمه ها نصب شده به آنجا آب و محصولات غذایی و نیاز اول انتقال داده می شود. مهاجران میگویند در داخل خیمه ها در زمین خوابند. ساکنان محلی به مهاجران دارو، غذا، اشیاء گرم و بالاپوش کمک میکنند. مقامات ازبکستان چند روز پیش 1,500 شهروند خود را با قطار به وطن فرستادند.
میگویند که 19 سентябр به خانه خود میرسند. قرار است مهاجران از نوسیبیرسک نیز با قطار به وطن فرستاده شوند. پروازهای چارتری نیز از شهرهای گوناگون روسیه صورت میگیرند. در مرز روسیه همچنین با قزاقستان حدود 3300 مهاجر از قرقیزستان هم جمع شده است. در این باره سفیر قرقیزستان در روسیه علیبек جخشنقولов اطلاع داد. با گفته او این مهاجران در حدود ولایت‌های سمر، оренбург و باشقردستان قرار دارند. قزاقستان که با روسیه هم مرز میباشد بعد افزایش پاندمی کرونا ویروس در ماه می به مکان اصلی تجمع گروه‌های کلون مهاجران کاری شد که با سبب نبود کار و درآمد در روسیه خواستار بازگشتن به وطن خود شدند. در میان آنها صدها شهروندان تاجیکستان هم بودند که بر اساس موافقه‌های حکومت‌های منطقوی و سازمان جهانی مهاجرت به وطن برگردانیده شدند. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که من در این ساعت برای شما خواستم بگویم و خبرهای بیشتر از این رو هم داریم که در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد. با امید دیدار خود را احتیاط کنید و روزی با برکت داشته باشید.